کلمه هست که در ما میگویند محمد دانایی نکن، یا خر را بردن مکه آوردن همون خر است. آیا گفتن اینها ما را گناهکار میکند یا نه؟ در بین تاجیک ما هم همه محمد دانایی نکو، اسماعیل دوان نکو، همین گپ ها برادرای عزیز ریشش میگه از یهودی ها هست. یعنی وقتی میگه اونا که نفرتی بر محمد داشتن صلی الله علیه و سلم، میگه وقتی یگان فرزندشون اگر یگان در برابر پدرهاشون یگان راهنمایی میکردن یا پدرشون مقصد یگان مصلحت میدادن، در میگفتن همون محمد دانایی نکو، یعنی همون رنگ محمد واری دانایی نکو. مقصد اونها میگه پیامبر بود، لیکن این مردم ما مقصدش پیغمبر نیست. اینها نمیدانند که همین سخن چی معنی دارد. یا اسماعیل دوان میگن، چرا که حضرت گویا که طعنه میزنن که خداوند ابراهیم امر کرد که در گردن فرزندت مقصد کار دا بدوان. میگه گویا که ابراهیم پشتی کار دا گذاشته، دمی کار دا نگذاشته. همین را که اسماعیل دوان میگن. اگر مقصد همین باشه آدم گناهکار میشه، زیرا که او کار دا الله امر کرد که نبر. برای همین مردم ما نمیدونن اسماعیل دوان چیه، نمیدونن محمد داناییش چیه. برای همین حاضر که شما این آگاهی پیدا کردین، من بعد این سخنها را نگین بهتر است. لیکن این مسئله که خر عیسی گر برش به مکه گرچه آید هنوز خر باشد، این گپ برادرای عزیز معنا دارد. بسیاری حاجی هستند که میآیند برادر عزیز، از اینا دا آدمی بی‌معنی، از اینا دا آدمی دروغگو، از اینها دا آدمی حسدخور، از اینها دا آدمی غیبتگر دیگر نیست. رفت از حج کرده است، لیکن همیشه دروغ میگه. حج کرده است، لیکن همیشه دست به کار حرام داره. برای همین میگن این مثال همونا هست که خر عیسی گر برش به مکه گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند، زاده خر همیشه خر باشد. برای همین اشاره به سوی همون حاجیایی هستند که به قدر حج کردگیشان نرسیدند.